آدمای جوانمرد که کار میکنن یک ذره فشار سرشان میاد دیگه باز چی میکنن؟ نه تو کباشانه دموی زده اونو جانه و جمعه قبار میبریم بارا گرنگ دا پشتای ما میکنیم 20 پده در بک میتیم را با منزل 4 منزل 3 منزل تاکوی 2 میبریم میتیم را در پا 20 پا میتیم را باز گرنگ میباشه که دیگیش کمی بلند کردم پس از 2 مستاد بطلا کش کده بردم. خانه کجاست؟ قلعه غیبی چلستون. خب پدر چی کار میکنه؟ نمی بود مارای دکار نمی سرطان داشت مرد از من کرای خانه خب خود دوستا امی لحظه با واقعیت بگیم حرف زدن نمیتونم و وقتی که آدم میبینه طفلای جاده را که به چی شرایط کار میکنه چقدر سختی ها را میکشه و میگه چو استاده ای دست افتاده گیر واقعا این میاله ما گپ زدن نمیتونم می طفلک ها این طفلک پدرش فوت کرده و این دو عزیز دگام شاید یک مشکل دیگه داشته باشه به هر حال وقت آدم بیرون میبره گاهی وقت به این سر میخوره که بره با دوستای خود با هموطنا ببینه اتفاقات عجیب غریب یکی را میبینی به یک شرایط دیگه را میبینی به یک شرایط دیگه که واقعا انسان درد میده. جان پیسه ما را میگیره اگر نسپندی از پیسه ما را میگیره. خیر است خدا مهربان است شما کت کس جنگ دعوا نکنین.